این هم مکتب است. مکتب شماره 7 ناحیه مومن‌آباد. در آن زیاده از 800 شاگرد تحصیل می‌کند. میز و کرسی‌های مکتب شکسته و کارناشایند. در 3 میز تا 13 شاگرد نشسته درس می‌خواند. 3 پارتنگ همش اینا شکستگی استال نیسته بشینه. مکتب رقم 7 را 2 بینا جدا می‌کند. سیمخانه‌های بینای صدموی را سال‌های 50 و بینای تعمیر شده را سال‌های 70 عصر گذشته ساخته‌اند. پدر و مادران میگویند که روزی نیست فرزندهایشان با لباس‌های دریده به خانه نآید. کودکر ما 350 سوم 250 سوم میخریم میاد استال میشنه میره میخچه درون دستش نمی قدر استال ندارن، شرایط مساعد ندارن. با کدام شرایط بخونن طلبای ما؟ با کدام شرایط؟ این والدین سوراخی میزی را نگاه دارد که در آن فرزندش درس میخواند. زیاد شدن شماره خوانندگان مأموریت مکتب را مجبور کرده است میز کرسی های شکسته را تعمیر کند. با وجود این کیها کارناشایان بودن آن دیده می شود. برای طلبای ما میز کرسی نمی رسد. پیشنهاد کردن لایحه در گذشتگی بینای نوی مؤسسه تعلیمی در پایان قشلاق جدا کرده شدگی. حالا صنف‌های ابتدایی مکتب رقم 7 در 4 حجره بیمارستانی ده جای داده شده اند. اینجا یکی از صنف‌خانه‌های مکتب رقم 7 جماعت شمس‌الدین شاهینی ناحیه مومن‌آباد است. در اینجا مشاهده می شود که میز کرسی‌های این مکتب از سال‌های 70 عصر گذشته باقی مانده است. در بعضی صنف‌خانه‌ها پیچ‌ها نیمه نصب شده است و گرم کردن آنها ناممکن است. در شعبه معارف مومن‌آباد گفتند که در ناحیه 4 مکتب صدموی است. یکی از آن مکتب‌ها مکتب شماره 7 است. برای ساختن صنفخانه برای 300 خواننده 801 هکتار زمین جدا شده است. با گفته مسئولان معارف قرار است تا سال خوانش 2022 و 2023 صنفخانه‌های مکتب رقم 7 ساخته شود. اما ساکنان میگویند که آنها به این وعده باور ندارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مومن‌آباد.